خب درود و سلام خدمت تمام شما همدیران، هموطنان و تمام کسانی که ما را میشنوین. امیدوارم که هر کجای باشین تن ساعت سلامت باشین و امروز ما در بخش مستقیم 1 ساعت قرار خواهیم گرفت و پیرامون موضوع مشکلات ایران و اسرائیل صحبت خواهیم کرد. چرا ما این بخش مستقیم را برگزار کردیم؟ بخاطر که در فضای اطلاعی امروزه تاجیکان واقعا همچنین برنامه موجود نبود و ما تصمیم گرفتیم که از سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان چند برنامه فقط به خاطر اطلاع گذاری و خبررسانی تشکیل بکنیم که 1 ساعتی این برنامه ها هر روز میتوانند ادامه کنند. اگر که جنگ تنش‌ها بین ایران و اسرائیل امروز تمام شد، برنامه ادامه پیدا نمی‌کند. اگر که فردا تمام شد، فردا هم خاتمه می‌یابد. و اگر که این جنگ همین گونه ادامه داشت، ما هر روز 1 ساعت برای اطلاع رسانی مردم تاجیکستان 1 ساعت برنامه انجام میدیم و در 1 ساعت بخش مستقیم پیرامون همین موضوع و فقط خبررسانی و فکر نظر مردم رو گرفتن راجع این تنش‌ها یعنی انجام خواهیم داد و هدف دیگری از تشکیل این برنامه‌ها نداریم. میگذاریم به اصل این موضوع برنامه. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدر، دوستان عزیز و هموطنان عزیز، همونطور که شما از تمام رسانه‌ها خبر شدین، روز 13 ایون اسرائیل یا اینکه یهودیان با یک حمله نظامی به کشوری و یا به خاک ایران حمله کردند و در اساس این حمله ما همونطور که دیدیم مکان‌های هسته‌ای ایران یا اینکه اتم بمب ایران و دیگر پایگاه‌های نظامی، فرودگاه‌ها و خانه‌های اشخاص نظامیان مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه زیاده از 200-300 نفر مجروح شدند و تقریبا حدود اون طوری که رسانه‌ها میگویند زیاده از 80 نفر درگذشت. حالا تا کجا این معلومات دقیق است دیگر این رو میگذاریم به رسانه ها، ولی اون معلومات دقیقی که عین حال موجود است، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و اینچنین محمد باقر سردار ستاد کل ارتش ایران در این حمله اسرائیل به ایران یعنی کشته شدند. این باعث گشت که در همان روز خود راهبر نظامی ایران سید علی خمینی آیت الله خمینی در تلویزیون اون کشور برآمد کند و وعده بدهد که یک عملیات خونین یعنی قصد خونین از جانب ارتش ما گرفته خواهد شد و در کوتاه‌ترین فرصت حمله‌های نظامی ما آغاز می‌یابد و به همین اساس ایران هم همون روز یعنی حالا روزی نگذشته روزانه در جواب همون روز 13 در بار اول چندین پهپادها یا اینکه همون درون های را به سمت اسرائیل روان کرده شد که تماما کل اونها تقریبا از جانب هوای دفاعی اسرائیل بازنگرانیده شد، ولی در موج دوم زیاده از 150 موشک یک باره روان کرد که این موشک ها همونطوری که نوارها نشان میدهند واقعا هم اثرهای خیلی زیاد به تل-آویو دیگر شهرهای این کشور داشت و همچنان موج سوم ای آغاز یافت که در موج سوم ای هم 100 موشک پلاستیکی دیگر به سمت اسرائیل هدف قرار داده شد که نوارهای خیلی زیاد هستند که خانه‌های خیلی زیاد و مکان‌های نظامی و شهرها خراب کرده شدند. اگرچه خود اسرائیل خبر می‌دهد که در نتیجه حمله ها فقط 2 نفر تنها کشته شدند یا 15 تا 20 نفر دیگر زخمی شدند، ولی معلومات هایی که در رسانه‌های مجازی نشر کرده می شود و نوارها و تصویرهایی که گذاشته می شود واقعا هم نشان داد اون است که تل-آویو واقعا بسیار ضربه های سخت خورده است. ماشین ها کاملا، خانه ها سوخته شدند، زیر آتش قرار گرفته است و نفرهای زخمی هم نیز در همین نوارها خیلی زیاد دیده می شود. حالا این چندین معلومات هایی است که در اینجا یعنی زیاده به ما رسیده است. اما از همه مهمی است که ما باید اینجا بیشتری و اهمیت بدیم که حالا وقتی که میگیم که چرا چون این واقعه ها رخ داد، با اینجا فکر کنیم که چرا واقعا اسرائیل به ایران حمله کند، در صورتی که چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بسیار یک پیام واضح داده بود، گفته بود که تا زمانی که ایران در گفتگو برای برنامه هسته‌ای با آمریکا هست، هیچ کشور به ایران حمله نمی‌کند، حتی اسرائیل. یعنی این پیام بسیار اطمینان خاصی میداد که هیچ گونه تنش‌های بین ایران و اسرائیل صورت نمیگیرد، زیرا
ایران آماده بود و هر یعنی بار چهارم پنجم با امریکا گفتگو داشت و حتی همین هفته روز یکشنبه گفتگوی جدیدی دیگه با امریکا داشتن و درباره برنامه هسته‌ای و که همون اتم بمب‌هاشون باید صحبت می‌کردن. اما همونطور که دیدیم این وعده ها همش تقریبا از جانب ایالات متحده آمریکا دروغ برآمد و در صورتی که گفتگو بین این کشورها موجود بود اما اسرائیل به ایران حمله کرد. زیادی کارشناسان به این نظرند که اسرائیل در حالت خیلی سنگین قرار گرفت و برنامه سرنگون کردن حکومت امروزی جمهوری اسلامی ایران از جانب اسرائیل حتی از سال 2009 تا این سو کشیده شده است و هر روز نقشه‌هایی را دارن و آرزوهایی را دارن که کاملا حکومت جمهوری اسلامی ایران رو از بین ببرن و بر اساس همین در زمان پرزیدنتی اوباما خیلی تلاش ها زیاتی های بنیامین نتانیاهو انجام داد تا اینه که این حکومت رو از بین ببرد و اون نتوانسته که این حکومت رو از بین ببرد و تلاش کوشش های زیادی داشت که در زمان نتانیاهو همین کار انجام بدهد و در زمان رئیس جمهوری آمریکایی اوباما، ولی وقت بعد از اون نتوانست و بعدا ترامپ آمد و در زمان ترامپ هم تلاش‌های زیادی کرد در دوران اولی ریاست جمهوریش که با چنین حالت‌ها به دست نآورد و ما دیدیم که در زمان اولی ریاست جمهوری ترامپ اسرائیل توانست که قاسم سلیمانی یکی از فرمانده‌های ارشدی ایران را که بسیار تاثیرگذار بود و گروه‌های خیلی زیادی را تشکیل کرده بود او را به قتل رسانیدن که این آغاز جنگ پشتی پرده اسرائیل با ایران شروع شده بود و این چون که دیگر بیشتری کارشناسان به این عقیده‌اند که اسرائیل از جانب آمریکا سرمایه گذاری می شود و آمریکا است که اسرائیل را نگهداری میکند و محافظت میکند و از اینجا بود که تنش‌ها آغاز پیدا کرد و اسرائیل آغاز کرد از بین بردن تمام یعنی تلاش‌های ایران که برای گروه‌های نیابتی و یا اینکه سرمایه گذاری انجام داده بود به مانند حزب الله، یمن، سوریه و ده‌ها گروه‌هایی که اونها یعنی عراق هم دارد و اون گروه‌هایی که در مقابل امریکا و در مقابل اسرائیل می جنگیدن چه از زمینی باشد چه آسمانی باشد و اینها آغاز کردن بعد از بین بردن سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی، اینا آغاز کردن به از بین بردن همین گروه ها و همین کارهایی را که سردار سلیمانی انجام داده بود. اگرچه این جنگ مستقیما یعنی داخل ایران به خاک ایران نبود اما ما دیدیم که این جنگ از اون زمان یعنی تقریبا از سال 2009 تا این جانب یعنی پشت پرده رفته شده بود. اگرچه ظاهرا با ایران حمله نمیشد ولی سردار سلیمانی به قتل رسانیدن علاکه یک آغاز جنگی روشن بود که هر یک کارشناس این مسئله را درک میکرد که علاکه جنگی بین اینها آغاز پیدا کرده است و این ما همونطوری که دیدیم بعدا دیگر حزب الله را کاملا که زیر نفوذ ایران است و در لبنان ما دیدیم که حزب الله را بسیار مورد حمله سنگین قرار دادند و راهبر حزب الله را و معاون رئیس او را و حتی شاخه‌های دوم و سوم او را کاملا از بین بردن و حزب الله را تقریبا تسلیم کردند و این حال حزب الله یک اون توانایی که در گذشته داشت اون توانایی نظامی را ندارد و در همین زمان ما دیدیم که در داخل ایران یک حمله خیلی سوی قصدی بین المللی انجام داده شد از جانب اسرائیل و رئیس گروه حماس که اون زمان به ایران سفر کرده بود برای روز پرزیدنتی پزشکیان و در اون شبی که مهمان بود در اون شب به قتل رسانیده شد و این خودش علاقه نشان داد که در اسرائیل چقدر در ایران یعنی توانایی دارد و در خاک ایران میتواند هر غلطی را بخواهد انجام بدهد و شاید حکومت ایران این مسئله را جدی نگرفت و بعد از اونی که این واقعه ها رخ داد ایران یک حمله قوی به اسرائیل انجام داد و در اون حمله ما همونطور که دیدیم موشک‌های خیلی زیاد پرتاب کرده شد اما اون تاثیر خیلی زیاد نداشت ولی همون این یک کاری بود که ایران انجام داد و در جواب هم اسرائیل یک حمله دیگری به ایران انجام داد که خیلی اثری نداشت و ایران کاملا دفاع کرد و ضربه سخت به ایران نزد. ولی بعدا ما دیدیم که همین تنش‌ها هر روز زیاد شد. سوریه را
با یک اساس از دست ایران که زیر نفوذ ایران بود کاملا از دستش گرفتن، طریق ترکیه که امروز زیر نفوذ امریکا است. و همونطوری که شما میدونید ترکیه اگرچه کشوری بازینگر است ولی اگر ما عمیقاً داخل شیم و نگاه کنیم ترکیه واقعا عضو ناتو هست، یعنی از این دید می شود که زیر نفوذ کامل امریکا است و امریکا کاملا ترکیه را در اینجا نظارت میکند. و اگرچه تنش‌ها بین ترکیه و امریکا وجود داشته باشد بازم ترکیه زیر نفوذ امریکا است و هیچ غلطی در این مورد کردن نمیتواند و هر کاری که انجام میدهد کاملا با اجازت یعنی امریکا انجام میدهد. و اینه که در سوریه ترکیه این انقلاب رو انجام داد و بشار اسد رو از بین برد و کاملا نفری نوی رو به سر قدرت آورد. این توسط امریکا بود و بعدا هم این آشکار کرده شد که چگونه که همونطور ما دیدیم رئیس جمهوری موقتی سوریه توانست با دولت‌های عربی با دولت‌های اروپایی و اینچنین دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ انجام بدهد و بعدا هم دونالد ترامپ وعده داد که تمام تحریم‌ها یا اینکه سانکسی‌ها را از سوریه میبردارد و خود اروپا نیز این را تصدیق کرد و گفت که کل نیازها و یا اینکه همین تحریم‌ها و سانکسی‌ها را از جانب از سوریه میبردارد. این خودش نشان داد یا بود که از دست ایران کاملا سوریه را گرفتن و زیر نفوذ خود گردانیدن. این طریقت ایران را ضعیف کردن. و حالا برنامه هسته‌ای ایران که برنامه اتمی بمبش است که این بسیار برای ایران مهم است، چون خوددفاعی ایران برای ایرانیان بسیار مهم است، مخصوصا برای حکومت امروزه. و ایران سالهاست تصمیم دارد که این مواد را در داخل خودش بسازد ولی دولت‌های ابوالقدرت از جمله اسرائیل، امریکا و دولت‌های اروپایی این را نمیخواهند و هر روز او را مجبور میسازند که همین اتمی بمبش را از بین ببرد، اورانیومش از بین ببرد و نگذارند که اینها چیکار کنند، همین نقشه رو عملی بکنن. و ما دیدیم که سالهاست چه رئیس جمهوری پیشین جو بایدن و پیش از جو بایدن باراک اوباما و بعدا هم ترامپ و باز ما دیدیم که این بار دیگر باز ترامپ همیشه در این کارند که ایران به بمب اتمی دست نیاورد و هیچ وقت این را در داخلش نداشته باشد که این میتواند یک تهدید بزرگی برای منافع امریکا و منافع اسرائیل باشد. اما ایرانیان این را، حکومت ایران هم طوری که ما اهمیت میتیم میخوانیم، هیچ اهمیتی به این نمیتید و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تایید کرده است که ما هیچ وقت زیر زوری کسی نمیریم و به حرف زور گوش نمیتیم و ما برای ایجاد کردن بمب هسته‌ای و اینکه همون بمب اتمی چیکار میکنیم، تلاش‌های خودمون میکنیم و اگر ما این قدرت داشتیم و این را میسازیم. و همین اساس، یعنی تنش‌ها بر اساس همین چیز ما سالها شد ما می‌بینیم که ضدخورد بین اینها صورت میگیرد. و حالا ایران در اون موقع سخت قرار دارد که تقریبا گروهایی که ایران رو دستگیری میکردن تقریبا از بین برده شدن. حزب الله رو هم طوری که گفتیم کاملا تا رأسی سیومش رو به قتل رساندن و سوریه رو از دست ایران کاملا گرفتن. خب عراق رو با یک اندازه ضعیفتر کردن و فقط اینجا مونده است یمن که در اونجا حوثی ها در یمن زیر نفوذ ایران قرار دارند و فقط یک توانایی که ایران دارد این داخل خودش است که بعد از این ضعیف شدن ایران با اندازه در عرصه یعنی بین المللی بعد چیکار کردن، شروع کردن به حمله داخلی. و حالا انتظار مردم این نبود بعد از آنه که گفتگو بین ایران و امریکا صورت گرفت اسرائیل این توانایی را داشته باشد که به ایران حمله کند. اما ما دیدیم که اسرائیل این کار را انجام داد. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بازم اشاره کرد که من از این حمله با خبر بودم و حتی یک روز پیش از این حمله رم ما دیدیم که سفارت ها و نفرهای مهم و کلیدی ایالات متحده امریکا از عراق و از دیگر کشورهایی که هم مرز ایران هستند و ایران میتواند به این پایگاه‌های نظامی و اینکه سفارتخانه‌های امریکا حمله کند اینها را از اینجا برداشته بود، یعنی برداشت بیرون کرد. و این خود نشان داد آن بود که الکی یک روز پیش معین بود که اسرائیل به ایران حمله میکند و اینکه واقعه‌های در همین زمینه رخ می‌دهد. و بالاخره روز 13 همین چیزی را که انتظار نبود که بشوه و متاسفانه صورت گرفت. اسرائیل به ایران حمله کرد و
چند نفر از فرمانده‌های اصلی و کلیدی ایران را به قتل رساند و حتی ما دیدیم که دانشمندان هسته‌ای ایران، دانشمندای اتمی بمب‌هاش که می‌ساختن، اونها را در داخل خانه‌های خودشان به قتل رسانیدن و ساختمان‌های مردمی را زیر بمباران اسرائیل قرار گرفتن و چندین پایگاه‌های نظامی و یکی از پایگاه‌های حتی اتمی بمبئی ایران نیز مورد حمله قرار گرفت و خود ایران تصدیق کرد که هر اورانیومی که در بالای زمین قرار داشت کاملا تقریبا از بین برده شده است، فقط اون چیزی که در زیر زمین موجود است اونها باقی موندن، اون چیزی که در بالا مونده بود اونها کاملا از بین رفتن. و بعدا هم خود نتانیاهو بازم یعنی که خود اسرائیل حکومت اعلام کرد که بازم این موج رو ادامه می‌دهد و این تنش‌ها امکان دارد تا طول 2-3 هفته ادامه پیدا کند و ما تا زمانی که کاملا اتمی بمب ایران رو از بین نبریم دست نمی‌کشیم و این موج دیگری است که ما هر روز بمباران میکنیم و حتی همون روز اولم 2-3 مرتبه اسرائیل به ایران حمله کرد و چندین شهرهاش، نه تنها تهران بلکه چندین شهرهای دیگر ایران هم نیز مورد حمله قرار داد و این باعث کرد که ایران دوباره سرش رو بالا بکند و بر بگردد به حمله کردن جوابی به اسرائیل. و در حمله جوابی ایران به اسرائیل واقعا هم یک حمله خیلی سخته و سنگینی بود که این بار اول است که ایران در تاریخ چونین حمله سنگینی رو به یک کشور دیگر از هوا روی میکند. ما باید یک چیز رو در اینجا ذکر کنیم که حالا زیاد نفرها میگویند که ایران واقعا یک کشوری است که باید منظور بزند، باید توانایی زیادی نشان بدهد و یعنی اعتماد باوری و اون چیز زیادی را دارن که ایران باید تمامی کارها را انجام بدهد. ولی باید یک چیز را اینجا در نظر گرفت که زیاد کارشناسان این نکته را زیاد ذکر میکنن که حتی ماکسیم شیوچنکو یکی از کارشناسان روس که بسیار با نظریاتی که داره معروف است در شبکه‌های اجتماعی، اون یک نقطه خیلی زیادی مشهورش رو استفاده کرد که گفت ایران یگانه کشوری است که در یگان پلتفرم یا که نهادهای نظامی بین المللی قرار ندارد و با یگان دولت در یگان سازشنامه نظامی موجود نیست. یعنی ایران امروز یگانه کشور تنهایی است که در آسیای مرکزی با تمام کشورها می جنگه، حتی یگان پشتیبان نظامی از دیگر کشورها ندارد. به همین اساس یعنی ایران می شود گفت که در مقابل کلی ناتو عین حال می جنگد. یعنی وقتی که با اسرائیل می جنگد به این معنا که با کل ناتو می جنگد، حتی همین پهپادها و همین پلاستیکایی که عین حال یعنی پرتاب کرد ما دیدیم که از توسط جردانیا یا که یوردانیا برگردانیده شدن و حتی چندین معلومات های دیگری هم رسید که ترکیه در آسمان آماده هست چندین همین درون ها و پلاستیک های ایران رو بر بگرداند. یعنی این نشان داد اون است که واقعا هم ایران در زمینه نظامی در یگان بلاک موجود نیست، خودش تنها در میدان نظامی در مقابل هر کشوری که در مقابل ایران بجنگه تنها باقی میماند و هیچ پشتیبانی را ندارد. یک تعداد انسان ها کارشناسا به این نظرند که چین و روسیه میتواند در پشت ایران وجود قرار داشته باشد، ولی این دلایل اثبات کننده نیست، زیرا ما دیدیم که در چندین کارها حتی روسیه پشت ایران را خالی گذاشت. مثلا در مثال روسیه در سوریه یک دیدی واضح است که روسیه ایران را پشتش را خالی گذاشت و اگر روسیه ایران را پشتش را خالی نمیگذاشت، بار اولی که ایران به اسرائیل حمله کرد از کوههای بلند جولان حقی یعنی پرتاب کردن موشک‌ها را به اسرائیل را پیدا میکرد، چیزی که روسیه و سوریه به ایران اجازت ندادن، یعنی پشت ایران را خالی گذاشتن. وقتی که روسیه اجازت نمیدهد ایران از سرزمینی که زیر نفوذ خودش قرار دارد این کار را انجام بدهد، خودش نشان داد آن است که روسیه ایران را از دید نظامی تا اون درجه را که باید یک بلاک باشن کمک نمیکنه. پس از این دید میشود گفت که روسیه هیچ کمک نظامی دقیق برای وارد شدن جنگ ایران با هر کشور دیگه که نباشد کمک نمیرساند و هیچ
انتظار رم نباید ایران داشته باشد. مسئله دومی که کارشناسان زیاد در نظر میگیرند مسئله چین است که خطای یا که کیتای میتواند به ایران کمک کند، ولی ما در طول تاریخی همین 30 ساله اخیر دیدیم که واقعا کیتای هیچ کمک نظامی تا امروز به ایران انجام نداده است و بر اساس همین ما میتوانیم بگیم که اگرچه امروز تنش‌ها بین چین و امریکا وجود دارد، تنش‌های اقتصادی، ولی این باعث نمیگردد که کیتای با اروپا دادگرفتی زیاد دارد و سودایش به تریلیون ها دلار میرسد و این باعث میگردد، یعنی اگر کمک نه، این باعث میگردد که تمام این سودا و این دادگرفت بین این کشورها از بین برده شود. بر اساس همین هیچ انتظار موجود نیست که چین میتواند در کناری که قرار بگیرد، در کناری ایران قرار بگیرد. پس در اینجا می شود ایران رو یک ایران تنها نامگذاری کرد که ایران در یگان بلاک نظامی موجود نیست و خودش تنها در مقابل هر کشوری که بیاید با ایران حمله کند می جنگد. هیچ کس ایران را کمک نظامی، کمک اقتصادی و کمک فرهنگی نمی کند تا اینکه در این جنگ ها ایستادگی کند. مثلا همین روز پاکستان وزیر دفاعش بسیار یک حرف خوب زد و گفت که ما آماده ایم به ایران در هر حالت در کنارش بمانیم و اسرائیل را منصرف کنیم از این حمله ها، چون اگر ما این کار را نکنیم دفعه بعدی اسرائیل به ما حمله میکند. برای همین هر دولت اسلامی باید در کنار ایران بماند و در مقابل اسرائیل بجنگد. ولی اینها تنها در اساس یک بیانیه گفتن است و تنها در اساس یک بیانیه باقی میماند. زیاد خبرهای دروغ هم بعدا نشر شد که پاکستان چندین موشک‌های دیگر به ایران داده است، ولی این خبرها حالا تصدیق خودش پیدا نکرده است و من مطمئنم که تصدیق خودش پیدا نمیکند، چون ما همونطوری که میدونیم پاکستان زیر نفوذ امریکاست و هیچ وقت امریکا با بریتانیای کبیر اجازه نمیدهند که پاکستان به ایران کمک نظامی کند تا اینه که ایران بتواند اسرائیل رو بزند. خب ما فرصتی زیاد نداریم چون برنامه ما 1 ساعت دوام میکند. اگر برادران میخوان پیوست شوند در این موضوع صحبت کنند میتونن به برنامه ما پیوست شوند و استریم لینک شد در همین زیر همینجا یا که پیوندک زیر همین نوار من در یوتیوب گذاشتم و همین چنان از مدیریتور خواهش میکنم یک بار لینک در کامنتار یا بپرتوین و برادران میتونن فکر نظری خودشون رو بگوین و فکر نظر شما برای ما خیلی مهم است و ما از این طریق میتونیم که برنامه را جالب‌تر کنیم. لایک و پدیلی سر فراموش نکنید تا اینه که زیاد موضوعات در این موضوع وجود ندارد و مردم تاجیکستان از این موضوعات به خبر شود. و حالا ما برمیگردیم به واکنش‌هایی که در همین زمینه انجام داده شد. خب ما این واکنش‌ها را برای شما من میخوانم تا اینه که ما ببینیم، یا که پیش از واکنش‌ها ما چندین موضوعات دیگری را که از سامانه فیسبوکی که سید یونس استراوشنی نشر شده است به سمت شما میرسونیم و بعداً برمیگردیم به مسئله واکنش ها. این بهتر است، خوبتر است، چون نوارهای از مسئله حمله اسرائیل و اینجوری حمله ایران به اسرائیل، اینا رو ما از سامانه فیسبوک سید یونس استراوشنی برای شما پیشنهاد کنیم، بهتر خوبتر می شود و بعداً برمیگردیم به موضوع دیگر. خب بله، اینجا ما از اینجا شروع کنیم. از اینجا همونطور که شما میبینید این اولین نوارهایی است که از حمله ایران به اسرائیل شروع شد. همونطور که شما میبینید این اولینش این از داخل ایران است. این هوای دفاعی ایران است. وقتی که اسرائیل به ایران حمله میکند هوای دفاعی ایران کار میکند و همونطور که شما میبینید تمامی بمب‌هایی که توسط اسرائیل به ایران حمله کرده میشود اونها را سر راهشون میگیرن. حتی یک مقاله مشهور دیگر نشر شد که اسرائیل ادعاها کرده است که در داخل ایران با اشخاص هایی که داشته است
تمام درون ها و پلاستیکی های آورده است در زیر همون دفاع ایران گذاشته است که همین وقتی که نیازهای همون لوازمات دفاعی ایران وقتی به کار می‌دارند میخواهند پرواز کنند و سری راهی همون راکت ها و پهپادهای اسرائیلی رو بگیرند، هم وقتی که از خود زمین میبرویند اینا پیشکی آماده گرفتن که نمیمونن شو از جا بخیزن، میبرویند میزنن شو در جایشان تا اینه که حمله های اسرائیل به همون هدفهایی که داره انجام داده شود. و این باعث گشت که همین کار اسرائیل باعث گشت که نقشش که بتواند چندین نفرهای کلیدی و نظامی ایران را از بین ببرد و بعداً تا ایران این کار رو باخبر شد و سری راهی ایران گرفت که علاقه چندین نفرهای مهم و کلیدی ایران بر اساس همین نقشه اسرائیل کشته شدند. ولی بعداً میبینیم که این نواری که سید سیسترافشانی نشر کرده است بعداً اینها به کار در اومدن و دومین باره آغاز شد و این داخل خود اسرائیل است. تل آویو همطور که شما میبینید این عکس و در حالت سوزش قرار دارد و ما بعداً این نوارهای دیگر میبینیم که عکس‌های دیگر میبینیم که در حالت دود قرار دارد و حتی این رسانه‌های الجزیره را همطور که میبینید از داخل دود زیاد از وضعیت اون طرف خبر میدهد و این یک تلویزیون انگلیسی دیگه ای است که ما اگر نوار بگذاریم و شما همطور که میبینید بمب ایرانی یا راکت پلاستیکی ایرانی در داخل اسرائیل میرسد و این نوار دیگه ایش هست که همطور که شما میبینید حتی این نوار دیگر میبینید تمام پلاستیک‌ها از داخل عراق و خود فلسطین مثلا از داخل قدس از داخل غزه تمام این پلاستیک‌های ایرانی که میگذرن طرف اسرائیل رفته ایستادن همه اینها را عکساشون خیلی زیاد است و دیده میشوند. در اینجا همونطور که میبینید راهبر ایران علاقه در همون زمانی که آغاز حمله ایران به اسرائیل شروع شد راهبر ایران یک پیام خیلی سخت داد. اگر شما بخواید این پیام رو ما میگذاریم تا اینه که شما این پیام رو از زبان خود همین آدم گوش کنید که چی میگوید. فقط همونطوری که میگم دوستان و برادران و هموطنان عزیز هدف ما تنها معلومات رساندن است، هدف دیگری در اینجا ما نداریم و هر چیزی که در اینجا میگذاریم فقط رسانوی و رساندن معلومات به فضای مجازی تاجیکستان است که از اخبارهایی که در جامعه در جهان انجام داده می شود و مخصوصا بین ایران و اسرائیل از این واقعه ها برخوردار شوند و هدف ما تنها رساندن این معلومات و فکر نظر کارشناسان در این مطلب است که مردم ما از این واقعه های جهانی معلومات داشته باشند، چون ما هم ترکیدیم در رسانه‌های مجازی در تلویزیون ها هیچ چیزی نشر کرده نمی شود، فقط اون چیزی که نشر کرده می شود در رادیوی آزادی است که خود رادیوی آزادی آمریکایی است و در بی بی سی نشر کرده می شود که بی بی سی بریتانیایی است و در دیگر رسانه‌هایی که از روسیه هستند که دیگر اونها موادهای روسیه را نشر میکنند و بر اساس همین ما از موادهای خودمان گفتیم نشر کنیم تا اینی که برادران تاجیک ما از این بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. همونطور که شما دیدید راهبر ایران آیت الله خمینی بسیار یعنی عواقب این را شدید شمارید و گفت که واقعا بعد از این حملاتی که انجام داد ما اسرائیل را بیچاره خواهیم کرد و پشیمان میشود از این کار انجام داد. بعد از این مطلب خیلی عذر برادران.
همونطور که شما میبینید داخل تل آویو است و دو بمب‌های ایرانی خیلی زیاد در اونجا میرسند در زمین اسرائیل و طوری که تصویر از موشکباران تل آویو سیدونیس استراوشینی نوشتن و ما بازم بالاتر میریم. همونطور که شما میبینید اینجا هم اینا باز و بازم اگر بالاتر بریم در اینجا همونطور که شما میبینید باز موشک‌ها رفته ایستادن در زمین میرسند. بله و این موشک‌های دیگه ای هستند که خب ما بالاتر اگر بریم اینجا را تماشا زنده شو داریم میبینیم. دارم در پخش زنده ایران اینترنشنال نیز که اینا پخش مستقیم میگذارن از داخل تل آویو و بیا ما پخش مستقیم اینو کم اینجا سیدونیس استراوشینی چند چیش رو نشر کردن این رو ببینیم. بابک ببخشید حرفتو قطع می‌کنم. من الان در آسمان اورشلیم هم که تصاویر زنده شو داریم میبینیم دارم به بارقه‌های از نور میبینم. به نظر میسه که یه تعداد دیگری از موشک‌ها دارن به آسمان اورشلیم هم نزدیک میشن. فرداد الان باز ما پیام میگیریم که دوباره آژیر خطر تا دقایقی دیگه در اینجا به صدا در میاد. من باید ترک بکنم و به سوی پناهگاه برم و سعی میکنم برگشتن دوباره به شما وصل شم و از آنچه که گذشته خبر بدم. این نفر گفت اوج دیگری پهپادها شروع شده است و من باید که به جای پنهان‌تری برم. این نوار دیگه نشر کرده از خراب شدن اوضاع تل آویو. همونطور که می‌بینید اثر بمب‌ها خیلی سخت است. سیدونیس استراوشینی در اینجا نوشتن که این ساختمان‌های نهادهای نظامی است. اگر شما بخواید نوارا را من بزرگتر کنم تا اینکه شما خوبتر اینا را ببینید بهتر خوبتر میشود. این طور شاید برای شما بهتر خوبتر باشد چون من برای شما. و این نوار دیگه است که شما میبینید از موج سوم، این در حملات سوم 4 مراتب ما اگر اشتباه نکنیم حمله صورت گرفت. همونطور که شما میبینید این همونطور که شما میبینید بمب ایرانی در داخل تل آویو از الجزیره نشر شده است به زبان عربی. این بمب اوج دیگری از کفتای دوستان ترکیبی ایماله آدیا شما در اون میزنن. همونطور که شما میبینید گفتم بعضی زمین میخورد آدیا شما میتونن خب این نوار دیگه از الجزیره بود. همونطور که شما دیدید باز نوار دیگه از الجزیره. این نوار دیگری بود که حمله موشک‌های فلسطینی از موشکبارانی که از شهرهای سرزمین اشغالگر و همطوری که شما ببینید در اینجا مردم در اسرائیل قرار دارند از بمباران می‌گیرند. خب در اینجا همطوری که شما می‌بینید این ویران کردن اثبات موشک‌های ایرانی به تل آویو در اینجا چندین جایی که خراب شده بود. شما همطوری که نوار می‌بینید خانه‌ها، ساختمان‌ها، ماشین‌ها و بعد از زدن ایران به اسرائیل نشر شد و در اینجا
تجمع مردم عزیز این شهر رو می‌بینید در حمایت از عملیات موشکی نیروهای مسلح علیه رژیم منحوس صهیونیستی که عملیات تروریستی رو این رژیم کودککش در بامداد امروز علیه مردم ایران انجام داد. خب این خیزش مردمی در گرگان ایران و همونطور که شما میبینید در اینجا عکس دیگری که از تل آویو صهیونیستی سرروشنی نشر کردن. این عکس خیلی زیاد نشر شده، در صفحه دیگری برادرها هم نشر شده است و در ازیا پلوس هم زیاد نشر شده است. همونطور که شما میبینید عکس‌های خیلی زیاد خراب کردن ساختمان‌ها و ماشین‌ها و این عکس غزه را تصویر میکند. در غزه هم بدتر از این حالت‌ها رو ما دیدیم، اما تل آویو هم بعضی از مناطق مانند غزه این حالت این طوری که شما میبینید عکسایی که از همون بیناهایی که ماشین ها خراب بودن همونجا رو وقتی شما میبینید مانند غزه است و خراب شدن شهر تل آویو و اینجا هم نیز اثبات موشک‌های ایرانی که در زمین زد. خیلی דבר כזה. וואו. טסי פה משהו מטורף. מה זה? כאילו שוגר איזה מין همونطور که شما دیدید ضربه اخیر در همون جایی که دفاعی میخست اینجا یک بوریگه اگر شما نظر کنید اینجا جایی است که خب مشخص است که یک جای نظامی است و از همونجا موشک‌ها خیلی زیاد میخزن از زمین تل آویو تا اینه که دفاع بکنن و همونطور که دیدید کردن نمیتواند اینا میخزن تا سر راهی اون موشک ایرانی رو بگیرن. بله میبینیم که اینجا آخر این موشک ایرانی میاد از زمین میرسه. دیدید آخر اومد رسید یعنی اینجا رو زد و همطور که دیدید اینجا خراب شد. برمیگردیم بالاتر این همطور که شما دیدید اینجا جای دیگری که خراب شده است از خانه ها ساختمان ها و منطقه های در تل آویو و این موشک دیگری که ایرانی که در اینجا زده بود به نظرم موشک بران تل آویو به نظرم که ما دیدیم در قبلا. خب این ساختمان دیگری که در تل آویو خراب شده است و اینجا تهران است و نوشته است که فورا تهران در همه ساعت ها پدافند هوایی BBC توانست تمام موشک های صهیونیستی رو بگرداند. این وقتی اسرائیل با ایران حمله میکرد ایران چه دفاعیش بیشتر موشک ها را به نواری که نشر شده است توانست در آسمان خودش بگرداند. این همطوری که شما میبینید تجمع مردم یمن در دفاع از فلسطین و این کاری که ایران انجام داده است و این طوری که شما میبینید بازم یک موشک دیگر حملات موشکی با اسرائیل از تهران نشر شده است و اینجا هم شما شادی مردم مظلوم غزه یا این مردم غزه رو ببینید. همطور که شما میبینید مردم غزه در اینجا خیلی شادی دارند. ما یک برادر ما پیوست شدن هموطن امیر پیوست میکنیم و صحبت ادامه میدیم. درود و سلام هموطن گرامی بفرمایید. سلام علیکم. صدا هست؟ بله بله صدا دونه است. بفرمایید برادر. برادر سعید بله شما اصل واقعه را با مردم رسانیدید ولی من دیگر چیزا میخواستم به همین مردم تاجیکستان برسانم که اون را شما درج نکردید. بفرمایید دوست گرامی بفرمایید. البته هر اون چیزی که شما گفتید از اول تا با امروز سناریو همین خیلی رفته ایستاده بود و تو امروز البته که ایران که با چیزی که راضی میشد به هر چیزی که راضی میشد ایران در نتیجه گفت و شنیدها این با ایران
ثمر فایده نمیرسان. مقصد این بود که ایران باید نابود کرده شود، ولی مردم ما چنین نظر دارن که بگذار این رافیزی ها نابود کرده شوند. حالا مردم از اون بخبر است که این جنگی بین دین و مذهب نیست، این جنگ تمدنی است، جنگ تاریخی تمدنی هست بین دولت های. خود نتانیاهو در روز گذشته در یک بیانیه‌ای که نشر کرد، نواری که نشر کرد، در اون نوارش آشکار میگوید که هدف من از بین بردن حکومت رافیزی است، یعنی حکومت جمهوری اسلامی است و از مردم ایران هم خواست که مردم ایران بربخیزن و این حکومت را کاملا از بین ببرن، چون انقلاب نزدیک شده است و ما برای شما کمک میکنیم. و این چونین در جواب همین نتانیاهو پسر پهلوی در یک بیانیه دیگری نشر کرد که این جنگ مردم ایران نیست، این جنگ آیت الله خمینی با امریکا و اسرائیل است. یعنی خودی اینها نشان میدهند که یعنی واقعا هم از چند دیدی نظر به مردم ایران حمله زیادی صورت میگیره تا فکرن اونها رو آماده بسازن و اونها رو از حکومت جدا کنن. و همونطوری که مثلا میبینیم تلویزیون ایران اینترنشنال در این مواد خیلی کمک میکنه در مقابل مردم، یعنی شوراندن مردم در مقابل همین حکومت. و خب دیگه هزارها رسانه‌های دیگری وجود دارد که سالها از از سال 2009 تا این جانب اینها هم روزه مردم رو درباره‌شان کار میکنن تا اینه که مردم بتوانند در مقابل حکومت باشن و حکومت را سرنگون کنن. اگرچه حکومت ایران کمبودی‌های خیلی زیاد دارد و این رو باید درک کرد که مثل امروزه حکومت تاجیکستان خب دیدی دیکتاتوری دارن، یعنی دیکتاتور هستن، ولی وقتی که ما از خودمون نظر کنیم که وقتی ما تاجیک ها مخالف ها مثال میگیریم، وقتی که قرقیزستان حمله کرد به تاجیکستان ما در کنار حکومت قرار گرفتیم و گفتیم آماده ایم بریم به قرقیزستان بجنگیم زیر هر پرچمی که نباشد تا اینکه وطن خودمون دفاع کنیم. ولی اینجا میبینیم که رضا شاه پهلوی همین کاری که مخالفای تاجیک کردن انجام نداد. فهمیدین؟ یعنی اینجا واقعا هم تأثیر گذاشت همین تلویزیون ها، همین رسانه ها، همین کشورهایی که سالهاست در مقابل ایران انجام داده می شود. بله حرف شما تا جایی را که فکر نظر کارشناساست، فکر نظر عالم دانشمندا است، درست است برادر. ایران یک کشور صاحب استقلال، بوتون صاحب استقلال. اگر در جهان چند کشور صاحب استقلال باشند سرشمارند آنها. امریکا به قول امریکا، خیتای، روسیه، هندوستان و ایران. دیگر همه دولت ها از کسی با راه وابسته هستند بدون همین 5-6 دولت جهان. و اگر به دقت داده باشید به گفته های آخران ترامپ گفت که ما ایمپریای فارس را باید نابود کنیم. ایمپریای فارس را یعنی که از اول تا امروز که ایران با کسی تن نمیدهد یا آزادی استقلالیت را حفظ میکند، باید چنین دولت ها کم باشند در عالم و به علل خصوص دولت های مسلمانی صاحب استقلال نباشند. دلیل آن که امروز مبارزه با موقع جنگ تجاوز به کشور ایران آن است که نه جنگ مذهبی دینی است بلکه جنگ تمدنی است. این مناسبت دین فروشان عرب با اسرائیل و امریکا است. نشانه بحث است که در این زمانه جنگ تمدنی، جنگ ملت است، نه جنگ اسلام و دین و مذهب. بنابر همین ما در کامنت ها بسیار در شبکه های اجتماعی در کامنت ها بسیار میخوانیم که بگذار این رافیزی های ایرانی را بگذار. این خیلی همین را باید از شما خواهش میکنم که باز وسیع‌تر به مردم رسانید که جنگ تمدنی، جنگ اقتصادی هست، نه جنگ مذهبی. برادر ما اینجا من در بالا برای اهل فهم چند نکته رو ذکر کردم که ایران یگانه کشوری است که در یگان بلوک نظامی وجود ندارد، یعنی با یگان بلوک نظامی نیست. یعنی به این معناست که ایران تنها در مقابل هر کشوری که حمله کنه خودش طاقم جنگه. اما همین رو ما در دولت‌های عربی که امروز اگر ما اونها رو همچون دولت اسلامی نظر بکنیم، یک بار نظر کنیم،
عربستان سعودی پشتیبانش کیست؟ امریکا نیست؟ هزارها میلیون ها پول میتید به خاطر چی؟ به خاطر که امریکا دفاعش بکنه. قطر پشتیبانش کیست؟ امریکاست نه؟ اکثریت دولت‌های عربی پشتیبانشون امریکا هستند. برای همین میگم که مسئله آشکار است، دیگر برای اهل فهم نیاز نیست که ما اینها رو توضیح بدیم. همونطوری که من همین رو گفتم که اون عرب پرستان، اون طالب پرستان. درست گرامی، اینجا ما موضوع عرب پرستی و طالب پرستی نیست، موضوع معین مشخص است که باید در حالتی که دشمن و یا هر کسی دیگری که تو را حمله میکنه، فرقی نمیکنه والا یک دولت عربی هم بگذار، یک دولت مثلا اسرائیل مثلا یک یمن هم مثلا حمله میکنه، اسرائیل مثلا عراق حمله کرد، اونم عراق که اون زمان با صدام حسین مثلا سنی مذهب بود، فرقی نمیکند. هر کسی که از خارج حمله کرده میشود باید در مقابل همون کسی که از خارج حمله میکنه ما میبخشه سخنان مرا نبرید، من تا آخر موقعم رو بگویم بعد نه ایجا عرب پرستی ملتگرایی نباید بکنه. ملتگرایی من با ملت خودم رسانیدنی هستم که اقلا ما که عملا کار کردن نمیتوانیم، اقلا در سخن در کامنت های خود باید که طرفدار از آیین خود، از تاریخ خود، از مدنیت خود بکنیم، از برادران ایرانی بکنیم، گرچنده که آنها شیعه باشند. این باید بحثی بین ما بعد در این مورد باید نباشد. بحثی بین حاضر ما باید اقلا با سخن طرفدار برادران همزبان خود باید باشیم، اقلا در سخن. مقصد همین است. زنده باش. درست، این حرف دقت دارد. در این صورت این حرف درست است. حال ببینید، ما با نمایش های شما را تماشا میکنیم، وقتی برآمد میکنم برادران ایرانی، ما 99.9% سخنهای آنها را میفهمیم که آنها چی گفته ایستادن. ببینید حاضر قرقیز ترک را به ترجمان نمیفهمد. مثال یک قسمی مردم عرب دیگر قسمی دیگرش را به ترجمان نمیفهمد. این اصل ماست، گرچند که ما را جدا کردن با مذهب، ولی اصل ماست. این ایران اصل ماست. بگذار مردم ما بدونن این را، از رافضی گفتن و از این چیز دست بکشند. با سخن اقلا مردم ایران را روح بلند نمایند که آنها در این عالم گرچندگی جسمانی تنها باشند ولی روحان تنها نیستند. مقصد همین است. زنده و سلامت باشید دوستی گرامی. تشکر، خیلی حرفای مهمی زدید. ان شاء الله که مردم میفهمن و حرف شما میرسه. هدف ما هم رساندن است و حرف دیگری داشته باشید. سلامت باشه. زنده و سلامت باشه. دوستان اگر حرف نظری که دارین بدروین بدون پرده حرفتون رو بزنین و ما حرف شما رو 100% در پخش مستقیم میمونیم و از دوستمون هم عذر میپرسیم که اگر در جای قطعش کرده باشیم صدایش رو، خیلی عذر و بخشش میپرسیم و واقعا هم فکر نظری مردم است و مردم امروز هر فکر نظری دارن باید بگوین و درست است که امروز هم یعنی دیروز وزارت خارجه تاجیکستان هم نیز در همین وابسته به همین محکوم کرد حمله اسرائیل به ایران را. حتی حرکت سیاسی گروه 24 نیز حمله اسرائیل را به ایران محکوم کرد و فقط اصلاحات و رشد تاجیکستان یک مطلبی کمک خنده‌آور نشر کرد که طرف‌ها را خواست که از تنش دست بکشند، ولی حالا علامت سوال در اینجا بود که حمله از کدام جانب صورت گرفته است که تنش‌ها باید از بین بروند، ولی اینجا معین مشخص بود که باید به کجا معین می‌کردن. اما به هر صورت و منم در همینجا جا دارد که از نام سازمان خودمان، اگرچه اینجا این حرفا نیست ولی از نام سازمان خودمان در اینجا من طلب میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت این جنگ کاملا از بین برده شود و محکوم میکنیم این عمل اشغالگر اسرائیل را که به ایران حمله کرد و چون این عمل بسیار یک عمل یعنی رذیلانه و جنایت بین المللی بود که در خاک یک کشور دیگر بیایی و 10 نفر اون کشور دیگر را به قتل برسانی و به پهپادهای مهمی دیگری بیایی در بالای یک کشور دیگر بمب باران بکنی و در اونجا هزارها انسانهای یعنی ساکنی اون کشور را به قتل برسانی و حتی چه موادهای نظامی و هر چیز دیگه‌ای که نباشد حق یک کشور دیگه است که اونها در اونجا زحمت کشیدن
تلاش کردن اون رو از بین ببری و هر یک کشور از دید ما حق دارد برای خود دفاع کردن از در داخل کشور خودش هر کاری دیگه میخواهد انجام بده و کشور دیگری حق ندارد به خاک یک کشور دیگر حمله کند و پا گذاشتن در خاک یک کشور دیگر را ما کاملا محکوم میکنیم و این را ما قبول نمی کنیم. از این دیدگاه ما از نام سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان این مسئله را محکوم میکنم و تقاضا میکنم از کشورهای جهان که در کنار ایران بمانند و اسرائیل را مجبور کنند که حمله های خود را کاملا از بین ببرد و برای این کارهای عملهای جنایت هایی که کرده است در دادگاه بین المللی به جواب کشیده شود. خب این برمیگردیم به نوارهایی که موجود بود. ما عین حال نوارهای دیگه را که در اینجا به سمت شما برسونیم و بعدا دوستان اگر پیوست شدین در روند برنامه من شما رو بازم پیوست میکنم. نوارهای دیگری که نشر شده است این نوار از مردم غزه، این نوار از مردم غزه نشر شده است دوستان در روبروی شهر غزه. این موشک‌هایی است که از بالای غزه به طرف تل آویو رفته است. خب این نواری بود که از خوشحالی مردم غزه و نشان دادی اون پهپادهایی که توسط با بالای غزه میگذرن. این نوار جدیدی که در بالای همونطور که شما میبینید این نوار جدید دیگه این نواری است که در تل آویو میرسید. همونطور که شما ببخشید من اینجا نشان نداده ایستادم، ببخشید خیلی دوستان. این نوار دیگه ای است که این جدید دیگه از آسمانی تل آویو و الجزیره را اینجا یک چیز دیگه این زدن ایران نشان میده. نواری جدید بود و از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی ده. خب این نوار کهنه است، خب نوار کهنه است. ما برمیگردیم. بیا ماکسیم شевченко رو گوش کنیم. 10 ساعت پیش برآمده. Уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые слушатели. Это отребье ликования. Финкелей и прочие нацисты просто празднуют, у них на их лицах как бы нету места. موضوعش همین موضوع است ولی بیا حالا یک نیم ساعت صحبت کرد از فکر نظری را نمونیم. خوشحالی فلسطینی ها در همین كله عشانك يا مجنونه والله لحرق اسرائيل كله عشان الخطيب و همونطوری که میبینید اینجا ساخت בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. כזה תושבים יקרים. ساختمان‌های خراب شده. Even the Iranians trying to get an understanding of how everyone sees this situation, and they realize this is an unprecedented moment in the Middle East because it has an opportunity to change the reality for the region. You mentioned that Israel's been at war for more than 600 days, and we've seen the missile fire from places like Yemen with the Houthis there, from Hezbollah in southern Lebanon, and of course the groups inside Gaza like Hamas and Islamic Jihad. What we saw tonight was quite different, Sean, and the reality is that when these barrages come in so intense and so powerful, even with Israel's advanced missile defense systems, like the David Sling or the Arrow 2 and 3 system, with the support of the American systems that are currently on the ground, like the Patriot system and the THAAD system, it's not enough. خب من فکر نظر این کارشناس رو به شما بگم. دوستانی که زبان انگلیسی را نمیدونن، این کارشناسی همین روزنامه همین تلویزیون میگوید که ما حمله های خیلی زیاده به اسرائیل دیده بودیم، حمله های مثلا از جانب خوسی های یمن، از جانب حزب الله، از جانب عراق، از جانب دیگر گروه ها که خیلی حمله های زیاده به اسرائیل صورت میگرفت، ولی این حمله اونقدر حمله متفاوت و دیگرگونه بود که حتی
دفاعی اسرائیل با کمک امریکا، فرانسه و دیگر کشورهای غربی که خیلی تجهیزات قوی پیشرفته رو در اونجا جایگزین کردن، توانایی دفاع و پیشگیری دفاع رو نداشتن که اونها اومدن به زمین اسرائیل رسیدن، که یعنی سخت‌تر ضربه زدن ایران رو در اینجا این به زبان انگلیسی توضیح میدید. فقط اون چیزی است که من اینجا ترجمه کردم از زبان انگلیسی و دوستانی که زبان انگلیسی رو نمیدونن. خب اینجا نوارهای دیگری از خرابات تل آویو نشر شد، همونطور که شما میبینید در روی اکران خودتون. این خراباتی هست نشر شدگی از خانه ها، ماشین ها. خب این نوار دیگر است و اینجا هم شما نوار دیگری را میبینید که از تل آویو خانه ها خراب، ماشین ها خراب. خب این نوار دیگر و این شونین اینجا باز نوار دیگر هست. و اینجا شما میبینید and we are in a very good در وقت صحبتی به نظرم به نقل از مسئولان اسرائیل توقف پخش زنده سخنگوی ارتش اسرائیل با سبب حمله ایران، یعنی صحبت در وقتی که ایران حمله کرد کمک توقف کرد و این نوارو دیگه برای ما عین حال لازم نیست، این مسئله را مهم نیست. خب اینجا فرق یک ایرانی با یک صهیونیست یعنی اسرائیل در آن است که خب دیگه اینجا شما چرا میبینید پهپادهایی را میبینید رفتنشون رو. خب این مسئله را ما از دیدی یعنی ایران که صهیونیست روشنی در اوج است نوارا را نشر کردن ما میبینیم. برمیگردیم به بی بی سی و ما در بی بی سی چندین مطلب‌های دیگری که در بی بی سی ساعت به ساعت در همین موضوع نشر شدگی هست این مطلب‌ها رو پیدا میکنیم به سمت شما از بی بی سی میرسونیم، چون در بی بی سی مطلب‌های زیادی نشر شدگی هست که این مطلب‌ها نیاز به ماندن دارن و من به رادیو بی بی سی برمیگردم، بی بی سی فارسی، و در بی بی سی فارسی چندین مطلب‌های نشر شده است که ما از بی بی سی فارسی این رو نیز به سمت شما بینندگان برسانیم. دوستان گرامی من فرصت خیلی کم دارم چون 4 دقیقه فرصت دارم، چون دوستی عزیزی ما درخشان تیوی پخش مستقیم میآیند و من کوشش میکنم که برنامه ما خاتمه بدیم و بعد از یک چند نظر دیگر. این داخل ایران است نشر شدگی است، همطور که شما میبینید در اینجا انفجار در کارخانه ماشین سازی فردا موتر در پی حمله اسرائیل، یعنی که در سوزش در داخل ماشین، همطور که در اینجا به ما از اول برمیگردیم بریم به ببخشید دوستان که من کمک اینجا من پیشتر باید از اول بذارم. خب همونطور که شما میبینید اینجا نتانیاهو نشانه های داریم که راهبر ارشد ایران در حال بستن چمندان خود هست. خب نتانیاهو در این اخبار میگوید که معلومات دارد که گویا سید علی آیت الله خمینی از فرار کرده است. در اینجا هم در که میبینید بازم اخبار دیگر وزیر خارجه عمان لغو مذاکرات مسقط را تایید کرد، یعنی باید که ایرانی ها با امریکایی ها در روز یکشنبه ملاقات میکردند ولی این ملاقات بعد از این حملاتی که انجام داده شد کاملا از بین برده شد. دیگر میشه باید گفت که دیگر برای بمب هسته‌ای یا برای اتمی بمب ایران بین امریکا و اسرائیل مذاکرات موجود نیست، اینها از بین برده شدن و تا زمانی دیگر قولای انجام داده میشه و نمیشه دیگر وقت نشان میدهد. اینجا اردوغان و بن سلمان درباره حملات اسرائیل به ایران تلفنی گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نسبت به وقوع جنگ ویرانگر میان اسرائیل و ایران هشدار داد که با اعتقاد او میتواند بحران جدید از پناهجویان را به دنبال داشته باشد. و گفته دفتر ریاست جمهوری ترکیه آقای اردوغان تایید کرده که منطقه ما تاب تحمل یک بحران دیگر را ندارد و جنگ ویرانگری میتواند موجهای مهاجرت نامنظم به سوی تمام کشورهای منطقه ایجاد کند. آقای اردوغان همچنان خواستار متوقف شدن اسرائیل شد و آن را
تهدید اصلی برای ثبات و امنیت منطقه دانست. بنابراین گزارش‌ها آقای اردوغان تصریح کرده که موضوع برنامه هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. او همچنان گفته که این که جامعه بین المللی چشم خود را برای اشغال و نسل کشی در فلسطین بسته است، اسرائیل را به جای رسانه‌هایی که این چنین قانونشکنی و تجاوز میکند. این فکر نظری رجب طیب اردوغان با تلفنی که با بن سلمان صحبت داد. تایید وزیر دفاع آمریکا برای باز بودن درهای مذاکره با ایران. خب وزیر دفاع آمریکا میگوید که هنوز درهای مذاکره با ایران باز است. بیت حقسود وزیر دفاع آمریکا گفت که اسرائیل حق داشت از خودش دفاع کنند و از نتیجه حملات در روز اول هم میتوان گفت که موفق بوده است. او در عین حال گفت که رئیس جمهور آمریکا به دنبال صلح است. آقای هست گفت ایران از گزینه‌هایش آگاه است و میداند که اگر بخواهد با میز مذاکره بازگردد میتواند چنین کند. وزیر دفاع آمریکا همچنان اخبار روز گذشته را تایید کرد که آمریکا آرایش نظامی نیروهای در منطقه را تغییر داده تا هر طور ممکن است از منافع این کشور و تابع آمریکا حفاظت کند. پیشتر گزارش شده بود که نوگین‌های آمریکا در دریای مدیرانا با اسرائیل نزدیکتر شدند. او گفت که حمله اسرائیل و واکنش تهران چیزی نبود که آمریکا را غافلگیر کند و ایالات متحده از توانایی‌های نظامی ایران و اسرائیل آگاه بوده است. وزیر دفاع آمریکا در این مصاحبه بیانیه وزیر خارجه آمریکا را آشکار کرده که ساعت‌های بعد از حمله اسرائیل به ایران منتشر شده بود و در آن آقای روبیو تاکید کرده بود که آمریکا در این حمله نقش نداشته است و گفته است که آمریکا می‌خواهد ایران بداند که دخالت در حمله نداشته است. آقای حسن گفت که در این مصاحبه چند بار تایید کردند که مقام‌های نظامی و رئیس جمهور آمریکا لحظه به لحظه تحولات را دنبال می‌کنند و اولویت آنها حفظ منافع آمریکا و امنیت آمریکایی هاست. یادآور بشیم که پیشتر وزیر دفاع آمریکا گفت که ما هیچ گونه دخالت در حمله ایران اسرائیل به ایران نداشتیم و باید ایران به ساحه‌های نظامی ما به پایگاه‌های نظامی ما در آسیای مرکزی و یا اینکه در آسیای میانه حمله نکند. خود ایران این را تکذیب کرد و گفت که حمله مستقل از جانب آمریکا بود و تایید کرد که اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه و هر کشور دیگری که در همین حمله دخالت کنند، خود نوار آیت الله خمینی و وزیر دفاع نوی ایران هم این جمله رو تایید کرد که اگر آمریکا، ایران و آمریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ناتو اگر به اسرائیل کمک کنند و دخالت کنند، تمام پایگاه‌های نظامی اونا رو در آسیای مرکزی حمله قرار میدیم و از بین میبریم. به همین اساس یعنی میشود گفت که آمریکا به اساس همین هیچ دخالت را تکذیب میکند، اگر که زیادی کارشناسان به این نظرند که پشت پرده آمریکا دخالت کرده ایستاده است و اسرائیل بدون اجازه آمریکا این کار را انجام نمیداد. ولی به هر صورت ایران هم بازم یک واکنش تنده نشان داد و گفت که حمله نکنید و دخالت نکنید، کمک نکنید، من اسرائیل را خودم تا حد جزا میتیم و اگر شما دخالت کردید مطمئن باشید که من به شما یعنی جواب خواهم داد و تمام پایگاه نظامی شما را از بین میبرم. چون تمام پایگاه نظامی آمریکا یادآور میشویم که در نزدیک مرز ایران، در قطر، عراق و دیگر کشورها و امکان داره که هر لحظه که اگر ایران بخواهد خب یک موشک میزند، میتواند که این پایگاه های ایران آمریکا را یعنی خراب بکند. به همین اساس آمریکا تمام تلاش‌ها را کرد که این کارو نکند. اینجا بنیامین نتانیاهو نخستین وزیر اسرائیل میگوید که کشورش با تمام سیاست‌ها و اهداف ایران را حمله خواهد کرد. نخستین وزیر اسرائیل میگوید که قصد کشور است خنیش کردن تهدید دوگانه تهران، یعنی برنامه هسته‌ای و موشک‌های بلاستیکی است. میگوید که اسرائیل با هدف خود رسیده است. او در یک پیام ویدیویی که با تکذیب منتشر شده است میگوید که ما ضربه بسیار شدید به سایت اصلی غنی سازی ایران و وارد کرده ایم و اگر لازم باشد دوباره آن را خواهیم زد. او می‌افزاید تهدید بزرگ از سوی موشک‌های بلاستیکی و وجود دارد. ما برای نابودی قابلیت‌های تولید و موشک‌های بلاستیکی ایران اقدام کرده ایم. آقای نتانیاهو میگوید که ما نمیتوانیم پیامدهای این امر را تقبل کنیم.
که آنها بتوانند توانایی تولید 20,000 موشک را داشته باشند. بنابراین برای از بین بردن این توانایی‌های تولید آنها اقدام کردیم و این کار است که هم اکنون ارتش اسرائیل در حال انجام دادن است. او می‌افزاید که ما راهی به سوی تهران هموار کردیم. در آینده بسیار نزدیک هواپیماهای اسرائیل، نیروهای هوایی اسرائیل خلبانان ما را بر افزار آسمان تهران خواهد دید. یعنی در اینجا بنیامین نتانیاهو تهدید کرده است که ما علاقه فضای آزاد در ایران ایجاد کردیم که هواپیماها میتوانند بدون یگان مشکل علاقه وارد ایران شوند و ایران را بمباران بکنند. و مطلب دیگری که در اینجا نشر شده، پزشکیان میگوید که تداوم حملات اسرائیل با پاسخ شدید ایران مواجه می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه دهد با پاسخ شدیدتر و قدرتمندتر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش ها دفتر رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شهاباز شریف نخستین وزیر پاکستان گفت که جمهوری اسلامی با قدرت و توانست برخی تجهیزات مورد استفاده رژیم صهیونیستی را که گفته می شود رادرآگیز و غیر قابل مقابله است ساقط کرده است. خب درگیری نظامی اسرائیل و ایران و صف طولانی مقابل پمپ بنزین های خریدار. خب این مواد برای ما لازم نیست. و در اینجا صد و شمال تاثیر درگیری نظامی اسرائیل و ایران بر زندگی مردم. خب در اینجا همونطور که میبینید خانه خراب شده است و چند نوار دیگه ای است که ما دیگر وقتی زیاد نداریم این نوار رو نشر کنیم، چون دیگر ما باید پخش مستقیمون قطع بکنیم. برای همین من کوشش میکنم این موضوع رو برای شما کوتاه‌تر بخونیم و بریم. امریکا همچنان خواهان دیدار با مقام‌های ایرانی است. ما این علاقه در بالا خواندیم که ایران رد کرد، دیگه با امریکا ملاقات نمی‌کند. فضای 20 خب این چی است؟ خبرگزار فارسی گزارش داده است که فضای میدان گاز پاریس چنین هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. بازم در ایران حمله نوی اسرائیل. کمیسیون امنیتی ملی مجلس ایران خواهان توافق کامل نظارت‌های فراپادمانی اورژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای شد. خب دفتر نخستین وزیر بریتانیا این کشور با متحدان خود برای راه حل دیپلماتیک‌های همکاری خواهد کرد. خب بی بی سی تازه ترین اطلاع را از دوینتون استریت دفتر نخستین وزیر بریتانیا دریافت کرد که سخنگوی دویندیک استریت میگوید که کیر استامر نخستین وزیر بریتانیا عصر امروز با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی صحبت کرد. این سخنگو گفت آنها در مورد وضعیت بسیار نگران کننده در خاور میانه صحبت کردند و بر لزوم کاهش تنش توافق داشتند. او افزود که بریتانیا آماده است تا در روزهای آینده با متحدانش برای یک راه حل دیپلماتیک همکاری نزدیک داشته باشد. ارتش اسرائیل با بیش از 80 جنگنده آزادی عمل هوایی داریم. ارتش اسرائیل میگوید که بیش از 80 جنگنده آن کشور از غرب ایران تا تهران آزادی عمل خواهیم ایجاد کرد. خب این رو ما در بالا خوندیم. در اینجا مسئله یک کارشناس است. ارتش اسرائیل میگوید که حمله به اهداف ایران همچنان ادامه دارد. یعنی حمله بازم امشب ما میتوانیم بگیم که ادامه خواهد کرد و دیگر منتظر آنی باشیم که امشب هم فردا هم یک برنامه یک ساعتی دیگر خواهیم داشت. دوستان و هموطنان عزیز، خب دیگر معلومات خیلی زیاد است و راستی دوست عزیزی ما هم پخش مستقیم دارن. ما نمیخوام که در روز پخش مستقیم دوست گرامیمون در اینجا پخش مستقیم داشته باشیم و برنامه ایشان رو خلل‌دار کنیم، چون ما 1 ساعت 12 دقیقه میشود در پخش مستقیمیم و دوستی ما باید ساعت‌های یعنی 6:00 با وقت بریتانیای کبیر و 7 با وقت اروپا آغاز میکردن. ما علاقه 7 دقیقه ایشان رو گرفتم، به همین خاطر من برنامه رو دیگر طولانی تر نمیکنم. ما این برنامه رو انجام دادیم تنها به خاطر معلومات رسانی از تنش‌ها بین ایران و اسرائیل به مردم تاجیکستان و فارسی زبان که ما در فضای مجازی امروزه تاجیکستان چنین نوارهایی نداشتیم و برای بینندگان تاجیک بسیار مهم بود که از هر دو طرف ما علاقه از بی بی سی که بریتانیایی است معلومات ها رو برای شما رساندیم و این چنین از رسانه‌های دیگری که سید یونس استراوچنی نشر کرده بود که نزدیکتر به ایران است، از اون طریق هم برای شما معلومات هایی رو آوردیم که از هر دو طرف بدون
یعنی طرفداری از کدوم طرفی به سمت شما بیاریم برسانیم و فکر نظر کارشناسای سیاسی و نظامی رو نیز برای شما ارائه کردیم و کاربر هم در اینجا در آمدن صحبت نظر خود رو ارائه کردن و اگر فردا هم شما برادران و هموطنان عزیز فکر نظر خود رو داشته باشید و بیایید در این برنامه صحبت کنید و موردی همین تنشا صحبت کنید، برای شما اجازه داده خواهیم داد و ما فقط معلومات رسانی میکنیم و هدف دیگری در این برنامه نداریم. دیگر وقتی شما رو طولانی نمیگیریم، 1 ساعت فکر کنم کافی است و ان شاء که بازم فردا 1 ساعت دیگر اگر کوشش میکنیم و بر وقتتر فرصت شود، چون دیگه برادران هم برنامه دارن و ما نمیخوایم وقتی برنامه‌های مردم در برنامه کنیم که دیگر خب نادرست میشود این کار و بدون یعنی بر وقتتر برنامه رو آغاز میکنیم و ان شاء الله که این مفید برای بیننده تاجیک خواهد بود. شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما رو در امان و حفظش نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله.